تأثیری که تنهایی بر خود ارضایی میذاره خیلی واضحه. زمانی که فرد توی خونه تنهاست و توی تنهایی خودش به سر میبره، کسی اونا نمیبینه، کسی دور و برش نیست که باش صحبت بکنه و به قولی تنهاست، باعث میشه این فکر به سرش بیاد که الان یه وقت خیلی مناسبه که خود ارضایی بکنه. چون زمانی که بقیه افراد هستن طرف خجالت میکشه، حتی بقیه بدونن که اون داره این کار انجام میده یا اعتیاد داره به خود ارضایی و یه جورایی این کار شرم‌آور میدونه. پس بهترین روش اینه که از خود ارضایی و از تنها بودن دوری بکنید. مثلا ببینید وقتی خانواده رفتن جایی، پارک، پیکنیک، مهمونی، هر جایی که مثلا خانواده رفتن، بقیه رفتن، شما تو خونه تنهایی، دور و براتون کسی نیست، این فکر 100% به ذهنتون میرسه که خب حالا پاشم برم کامپیوتر یا حالا گوشیمو بردارم یه فیلمی پخش بکنم، یه فیلم پورن چیزی، و مشغول خود ارضایی بشم. خب همین افکار شما را آروم آروم به این سمت میبره که خود ارضایی بکنید و اعتیاد پیدا بکنید به خود ارضایی. حالا زمانی که مثلا فرد تو خونه است، همیشه استرسی نداره نکنه موقع خود ارضایی کردن یکی برسه یه داستانی بشه و این کار رو انجام نمیده و خیلی احتمال این که فرد زمانی که خانواده تو خونه هستن خود ارضایی بکنه خیلی کمتره نسبت به زمانی که تنهاست. بهترین روش برای این کار اینه که فرد زمانی که به قولی تنهاست تو خونه یه سرگرمی برای خودش پیدا بکنه و مشغول اون بشه، تا اینکه مثلا تنها چیزی که به ذهنش برسه اینه که سریع برم خود ارضایی بکنم. و این باید بر بین افراد جا بیفته که خود ارضایی اون آسیب شدیدی که به فرد وارد میکنه ارزش اینو نداره که فرد بره حالا مشغول خود ارضایی کردن بشه و به خاطر یه ذره لذت یا حتی همون لذت خیلی زیاد طرف باشه و این کار انجام بده. خود ارضایی دوستان آسیبای خیلی زیادی براتون داره اگه این کار انجام میدید. بهتره که بدونید خیلی از افراد نمیدونن خود ارضایی ضرر داره، خیلی از افراد نمیدونن خود ارضایی اعتیاد داره، خیلی از افراد نمیدونن آخر این که مثلا خود ارضایی کردن ته تهش اینه که از خودمون، از زندگیمون ناراضی میشیم با انجام این کار. این باید جا بیفته و آسیبای خیلی زیادی هم بر سلامتی داره. حالا من تو ویدیوهای دیگه اینا رو کامل توضیح دادم که خود ارضایی چه عوارضی داره، فیلم پورن چه عوارضی داره که میتونید تماشا بکنین. و مخصوصا در بین خانوم ها، مثلا خانوم هایی که خود ارضایی میکنن احتمال داره حتی اگر به صورت اشتباه خود ارضایی بکنن احتمال داره حتی باکرگیشون رو از دست بدن و آسیبی به خودشون بزنن از ناحیه تناسلی. و خیلی مهمه که فرد به جای اینکه فقط فکر تنهایی باشه که من هر سریعتر تنها بشم، کاش خانواده برم بیرون که من برم خود ارضایی بکنم، بدونه که این خود ارضایی در تنهایی باعث میشه فرد گوشه‌گیر و منزوی بشه و به مرور زمان حتی نتونه وارد جمع بشه و صحبت بکنه، چون همیشه این حس استرس، این حس خجالت وجود داره که نکنه بقیه بفهمن من این کار انجام میدم، نکنه این داستان صورت بگیره. و البته تنها بودن بعضی مواقع هم میتونه خوب باشه. شما اگه دوستانی دارید که همش افکار جنسی دارن، همش شما رو به این سمت میکشونن، بهتره اینا رو بذارید کنار، چون اینجور دوستا بیشتر اینکه به نفع شما کار بکنن به ضرر شما کار میکنن و همیشه باعث میشن که شما توی این مسائل باشین، درگیر این مسائل باشین و همیشه به خود ارضایی اعتیاد داشته باشین و آسیباشو ببینید. پس تا میتونید از تنهایی دوری بکنید در وهله اول و اگر میبینید نه خیلی تنها میشید، جوریه که حالا مثلا زیاد تو خونه تنها میشید، یه سرگرمی برای خودتون انتخاب بکنید که مشغول اون سرگرمی باشید و فکرتون اصلا به خود ارضایی نره، به سمت خود ارضایی نره و آسیبی از این قضیه تنها بودن شامل حال شما نشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و
امیدوارم از ویدیو راضی بوده باشید. خدا نگهدار.